درود بر شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز با شما همراه هستم و یه آموزش جدید در مورد کسب درآمد از طریق ادمین شدن پیجای اینستاگرام و تولید محتوا بهتون ارائه میدم. بهتون میگم به چه شکلی میتونید توی این زمینه وارد فعالیت بشید و از طریق ادمینی کسب درآمد بکنید. قبل از اینکه ویدیوی امروز رو شروع بکنم ازتون خواهش میکنم کانال محمود بیز رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید. تلگرام، اینستاگرام زیرنویس شده و یه کانال یوتیوبی دیگه هم دارم به اسم ویدیوهای آموزشی که لوگوی محمود رو شما اینجا می‌بینید. حتما سابسکرایبش کنید تا ویدیوهای جدیدی که قرار میدم زودتر از سایرین در اختیار شما قرار بگیره. بریم و تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. یکی از بیزنس‌های آنلاین و کسب و کارهایی که افراد حتی در خونه و محل کارشون با هر سنخیت و کسب و کاری میتونن انجام بدن، بحث ادمینی اینستاگرامه. برای خیلی از شرکت‌ها، برای خیلی از کسب و کارها، برای خیلی از افراد که وقت مدیریت پیج‌هاشون رو ندارن، یقینا پیدا کردن افرادی که تخصص این کارو داشته باشن خیلی میتونه مهم باشه و در این حال افراد میتونن بیان با فراگیری ادمینی اینستاگرام از جمله تولید محتوا و تولید تصاویر بسیار زیبا برای پیج‌های اینترنتی میتونن خیلی راحت از این روش کسب درآمد بکنن. یکی از وبسایت‌هایی که توی این زمینه فعالیت میکنه وبسایت didogram.com هست که شما میتونید به عنوان یه سرویس دهنده از این خدمات استفاده بکنی. حتی اگر کسب و کار داری و به دنبال ادمین میگردی برای پیج اینستات، میتونی خیلی راحت بیای اینجا و یه فرصت شغلی مناسبی که دارید و به عنوان درجه آگهی بیاید ثبت بکنید و افراد متخصص رو به بیزنس خودتون دعوت بکنید. اگر هم تخصص دارید در زمینه ادمینی اینستاگرام، میتونید تولید محتوا انجام بدید، میتونید عکس طراحی بکنید و میتونید به دایرکت پاسخ بدید و کارهای متنوع مثل تدوین ویدیو میتونی انجام بدی. بلاگر هستی، میتونی کارهای فتوشاپ انجام بدی، یا گوینده و مجری توانمندی هستی، میتونی بیای از طریق این وبسایت کارهای مختلف رو معرفی شده بپذیری و با کارفرماها وارد مذاکره باشی برای پذیرشت. حتی یه عده از کسب و کارها هم هستن که اصلا فرصت پاسخ دادن به دایرکت ها و کامنت ها رو ندارن. اینها هم میان و افراد رو استخدام میکنن تا به دایرکت ها و پیام ها به صورت متفرقه و به صورت همیشگی پاسخ بدن. یه عده هم هستن که کار سناریو نویسی انجام میدن و شما هم میتونید یکی از همون افراد باشی. اگر ذوق هنری داری و یه فرد خلاق هستی، یقینا این دسته‌بندی ها میتونه کاربرد بسیار خوبی برای شما داشته باشه. اما تو این وبسایت همینطور که دارید میبینید کسب و کارها هم میان و بیزینس های مختلف مربوط به ادمینی اینستاگرام رو آگهی میکنن. خب اینا مطمئنا هزینه بر هست براشون و به صورت مداوم این اتفاق میفته و همیشه اطلاعات بروز اینجا قرار گرفته. مثلا اینجا یه گرافیست میخوان برای طراحی استوری و پست که حقوقش رو هم 3 میلیون تومان دادن. حالا شما راجع به اینکه چه تعداد استوری میتونید آماده بکنید، چه تعداد عکس میشه آماده کرد، چه تعداد میتونید طراحی بکنید، اینجا باید با کارفرما مذاکره بکنید تا بر اساس نیاز اون کارفرما بتونید وارد این بیزینس ها بشید. توی این وبسایت شما میتونید متخصص های مختلفی که تجربه های مختلفی رو دارن میتونید اینجا به صورت کامل مشاهده بکنید. همه اینها افرادی هستن که در زمینه های متنوعی دسته‌بندی شدن. دسته‌بندی ها رو میتونید در سمت راست این وبسایت با فشردن دکمه مشاهده بیشتر میتونید ببینید. اگر در زمینه تولید محتوا نیاز به افرادی دارید که تخصصشون تولید محتواست، میتونید بیاید این قسمت رو سورت بندی بکنید، فیلترش بکنید و افراد رو میتونید ببینید. دستمزدها رو هم نوشتن که حداقل از چه مبلغی میتونن این کار رو انجام بدن و به چه شکلی اینها میتونن مدیریت کار شما رو انجام بدن. همه اینها به صورت کامل اینجا نوشته شده. اغلبا هم میبینید دورکاری رو انتخاب کردن به خاطر اینکه توی شهرشون ممکنه یه شهر دیگری باشن اما میخوان توی تهران کار بکنن، یا مشهد میخواد کار بکنه، اصفهان میخواد کار بکنه اما محل زندگیش شهر دیگری هست و بر همین اساس توی این وبسایت شما میتونی بر اساس شهرت، بر اساس دسته‌بندی‌های مختلف میتونی بیای اعلام حضور بکنی به صورت دورکاری برای شهرهای دیگه و کسب و کارهای مختلفی که
وجود دارن. همه اینها رو هم بهتون گفتم که یه عده ممکنه طراح و گرافیست باشن، یه عده سناریو نویس هستن، یه عده میتونن بیان جلوی دوربین صحبت بکنن، یه عده افرادی هستن که میتونن کالاها رو بیان خیلی قشنگ تبلیغ بکنن، یه عده افرادی هستن که میتونن محتوای بروزی برای شما بنویسن و یه عده هم ممکنه افرادی باشن که فقط میخوان کامنت و تیکت ها رو به شما جواب بدن و افرادی که مثلا اومدن دایرکت فرستادن، اینها شما وقتشو نداری، اینها میان این کارو انجام میدن. اگر شما هم در زمینه این مواردی که خدمتتون عرض کردم علاقه‌مند هستید، میتونید با ثبت نام توی این وبسایت didogram.com به جمع افرادی بپیوندید که در حال کار کردن آنلاین هستن به صورت دورکاری و شما هم میتونید یکی از اون افراد باشید. حتی شما بر اساس موقعیت مکانی که داری زندگی میکنی هم میتونید شغلی رو بیای انتخاب بکنید. مثلا اگر در شهری مثل بیرجند باشی، اگر کسب و کاری نیازی به این مورد داشته باشه، میتونید بیاد اینجا و مثلا شما رو پیدا بکنید که مثلا ببینید من الان این قسمت رو انتخاب کردم، کسی که تولید محتوا انجام میده توی شهر بیرجند دستمزدش رو از 4,500,000 تومان انتخاب کرده. حالا شما میتونید هر شهر دیگری رو بیای و انتخاب بکنید و یا حتی نوع قرارداد رو هم میتونید اینجا مشخص بکنید که معمولا اینها به دلیل مسائل بیمه و سایر موارد مسائل حقوقی قراردادی با شما نمی‌نویسن، اما میتونید مثلا دورکاری رو انتخاب بکنید و کسب و کارهایی که مرتبط با دورکاری باشه به شما نمایش بده. پس شما هم میتونید بیاید به عنوان یکی از افرادی که تخصص دارن توی این وبسایت ثبت نام بکنید. دوره آموزشی رایگانی که بعد از ثبت نام در اختیارتون توی این وبسایت قرار داده میشه رو میتونید بیاید شرکت بکنید و تنها توی 1 ساعت بعد از اینکه این ویدیو رو دیدید تازه متوجه میشی که توی خونه با گوشی موبایلت میتونی خیلی راحت کار ادمینی انجام بدی. اما یادتون باشه ورود به بحث گرافیک یا مثلا طراحی استوریاها یا پست های مختلف الزاما شما باید تخصصتون طراحی و گرافیست هم باشه، یعنی بتونی یه چیزی رو خلق بکنی تا اون رو بتونی منتشر بکنی و بعد محتوا نویسی جزء مواردیه که شما باید یاد بگیری. حالا ممکنه توی این کلاس 1 ساعته که بعد از ثبت نام در اختیار شما توی این وبسایت قرار میده خیلی از مسائل رو گذرا بگذره ازش، اما شما با مداومت کردن و با پیگیری کردن آموزش‌های مختلف میتونی خیلی از آموزش‌های متنوعی که در سطح اینترنت وجود داره رو به صورت خیلی راحت بهشون دسترسی پیدا بکنی و با عضویت توی این وبسایت یک کسب درآمد بسیار خوب رو برای خودت رقم بزنی. آدرس این وبسایت انتهای ویدیو قرار میدم و خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز هم فرصتی شد تا بتونیم با هم دوباره یه ویدیو کسب درآمدی دیگر رو داشته باشیم. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و این ویدیو رو دیدید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش بکنید و برای دوستاتون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید. شب و روز خیلی خوبی براتون آرزو می‌کنم. موفق و پیروز باشید تا ویدیوی بعد. خداوند یار و نگهدارتون.